روند پناهجویی تاجیکستانی‌ها بعد از استقلال تاجیکستان در سال 1991 و آغاز جنگ شهروندی شروع شده به گفته صاحب نظران تا حال ادامه دارد. نخست در آغاز دهه سالهای 90 اقلیت‌های ملی تاجیکستان به مثل رستبارها و یهودی‌ها دستجمعانه کشور را ترک کردند. ده‌ها هزار ساکن تاجیکستان در افغانستان پناه بردند و تعدادی از آنها با امضای سازشنامه صلح تاجیکان به وطن برگشتند، اما تعدادی از بازگشت به وطن خودداری کردند. равшан темурён, яке аз фаъолони ҳаракати озодихоҳӣ дар тоҷикистон, баъд аз оғози ҷанги шаҳрвандӣ дар пайи беназмиҳо ва бесарусомониҳо дар Канада паноҳанда шуд. мо худро муваффақ ҳисоб мекунем, хонаводаи ман аз ҷумла банда ки дар Канада муқим шудем ва мо дигар шаҳрванди ин кишвар ҳастем. ин кишвар барои мо хеле корҳои зиёдеро خاصه برای خانواده ما و فرزندان انجام داد و بچه‌ها خیلی موفق هستند. در سالهای جنگ داخلی در تاجیکستان نه همه از علاقمندان مهاجرت توانستند در کشورهای پیشرفته پناهنده شوند. تعدادی در روسیه و قزاقستان با تجارت زندگی خود را میچرخاندند. عبدالمنان شیرالیف نیز در آن سالها در تاجیکستان مشغول صاحبکاری بود، ولی در پی فشارهای مقامات سال 2015 وادار شد کشور را ترک کند. با وجود عوض کردن یا استقامت موفق شدن چندان کار سهل نیست و اما برای نفری که آزادی را دوست دارد بزرگترین موفقیت همین آزادی است. پرویز ملاجانوف سیاستشناس تاجیک نیز بر این نظر است که روند پناهجویی در تاجیکستان از آغاز جنگ داخلی تا حال قطع نشده است. در شرح این موضوع این نظارشناس تاجیک گفت که در مجموع با بجا شدگان زمان جنگ داخلی در تاجیکستان تعداد عمومی پناهندگان تاجیکستانی به 3 میلیون نفر میرسد. در ماهای اول جنگ شهروندی ما اساساً گریزهای داخلی داشتیم که از منطقه های گرفته زد و خورد به دوشنبه سوخت، کفرنیان و کلوب می گریختند. موج دیگر و بزرگتری در تیرما و زمستان سال 92 و 93 آغاز 93 پس از شکست حربی مخالفین صورت گرفته بود. دفتر امور پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید که سال 2021 شماره افراد پناهجو در جهان به حد افزایش یافته است که راه‌حل‌های موجوده برای کمک به این قشر مردم دیگر کفایت نمی‌کند. در گزارش تازه این نهاد گفته شده است که شمار مردمی که مجبور شده است خانه‌های خود را ترک کند در سال 2021 به درجه رکوردی رسید و این مردم اکثرا از تعقیب، نزاع، خشونت، پایمالشوی حقوق انسان و هم حادثه‌های وابسته به بی‌نظمی‌ها رو به گریز آوردند.